گلبدین اکماتیور سروزیر سابق افغانستان در یک سخنرانیش حکومت تاجیکستان را عیبدار کرد که به مخالفین مسلح حکومت کنونی طالبان در قلمروش پناه داده است. حکمتیار این را اقدام همسانه بدون موجب دلیل نامیده هموزن اعلان جنگ به ضد مقامات کنونی افغانستان معنی داد کرد و گفت مقامات افغانستان می توانند در پاسخ به مخالفین مسلح حکومت تاجیکستان پناهگاه بدهند و برای تاجیکستان به گفته اکماتیور ضعیف و کوچک و شکننده مشکلات جدی ایجاد نماید. مقامات دوشنبه به این بیانیه اکماتیور هنوز شرح ندادند. گلبدین اکماتیور در این مویزش که به زبان دری صحبت میکرد میگوید در خطاب به اونا میگویم میدانید معنای پناه دادن به مخالفین مسلح کشور همسایه چیست؟ شما که مخالفین مسلح افغانستان در کشورتان پناه میدین میدونین معنای چیست؟ معنای جز اعلان جنگ با همسایه هیچ چیزی دیگری بوده نمیتونه. همیست معناش. یعنی که شما عملا با افغانستان اعلان جنگ دادین. مخالفین مسلحشان را پناه دادین. حمایت میکن. و حتی پایگاه ها در اختیارشان گذاشتن. تحت آموزش گرفته شد. مسلح میشن. و متاسفانه دوشنبه با همه وقاحت اعلان میکنه که گویا مدافع سرسخت اینان و در حکومت هم سهم کم از کم 40% را میخوان. یقینا این به معنای اعلان جنگ علیه افغانستان است. و پیامد این موضوعگیری ها هم جزئی نخواهد بود که در برابر این اقدام خصمانه یک جانبه بدون موجب و دلیل افغانستان هم تصمیم بگیره که با مخالفین مسلح تاجیکستان بعد از این پناه میده. و اگر احیانا این کار شد تاجیکستان ضعیف، کوچک، شکننده با چه سرنوشت روبرو خواهد شد؟ هزاران نه بلکه 2-3 هزار نفر هم کافی است که اگر در افغانستان پناهگاهی بیابند برای دوشنبه دشوار باشه که بتانه وضعیت مهار کنه. چرا راه دشمنی را انتخاب کردید؟ چه سودی از این آیل حال شما میشه؟ شما هیچ سودی از همراهی با امریکا نخواهید داشت. امیدواریم تجدید نظر کنید. راه درست را انتخاب کنید. بجای راه دشمنی و مخالفت راه تفاهم، راه تعامل، تحمل هم دیگر. این راه را انتخاب کنید. حکمتیور از دوشنبه خواست در موضع‌گیری‌هایش در قبال افغانستان تجدید نظر کند و به جای روی دشمنی و خصومت روی تفاهم و تحمل یکدیگر را انتخاب کند. تاجیکستان از انگشت‌شمار کشورهای دنیاست که از جبهه مقاومت ملی افغانستان برابری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود پشتیبانی میکند و گفته است اگر طالبان به اقلیت‌های قومی بخصوص به تاجیکان افغانستان در حکومت خود جایگاه شایسته را قائل نشوند رژیم نو طالبان را اعتراف نخواهند کرد. بسیاری از نمایندگان حکومت قبلی افغانستان و رهبران جبهه مقاومت ملی به ضد طالبان می جنگند و خانواده های آنها در تاجیکستان پناه بردند. به نوبت خود شماری از مخالفین مسلح حکومت تاجیکستان در افغانستان در کنار طالبان می جنگند و بعد به پیروزی رسیدن جنگجویان طالبان تهدید کرده بودند که اکنون خط جهاد خود را به این سوی عموم می‌کوشانند. تهدید اکماتیور به دادن پناهگاه به مخالفین مسلح دولت تاجیکستان در حالی است که اخیراً اندری سرنکا یک شورای روس در تلگرام خبر داد که گویا در صفهای مخالفین تاجیک قنات حربی تأسیس یافته است و این قنات نظامی از شیوه‌های مبارزه اپوزیسیون فعلی نوروزی بوده در پی تأسیس تنظیم‌های مسلح خود میباشند. گلبدین اکماتیور در سالهای 80 و 90 از فرماندهان سرایی مجاهدین افغانستان و اساسگذار حزب اسلامی افغانستان بود که با طلب سپردن قدرت در سالهای 1994 و 1995 کابل را که تحت نظارت نیروهای احمدشاه مسعود قرار داشت موشک باران و خیلی ویران کرد. او بعدا سالهای زیاد باعث بندی نیم آزاد در ایران قرار داشت. طالبان بعد تصرف دوباره کابل در ماه آگوست سال 2021 اکماتیور را امام یکی از مسجدهای پایتخت افغانستان تعیین کردند. او هر سر چند وقت از منبر این مسجد از جمله در مورد حکومت تاجیکستان سخنرانی‌های بحث برانگیز می‌کند.